شاه قزل ارسلان قلعه مستحکمی بلندی داشت که مانند کوه الوند به آسمان سر کشیده بود. اهل آن قلعه را نه ترس و اندیشه جای داشت، نه حاجت به چیزی داشتند، زیرا راهی برآمد بر آن قلعه پیش در پیچ و بسا مشکل بود. آن قلعه در باغ بی‌نظیر که اندر بلندی کوه سبز کرده بودند مانند تخم طلایی در طبق لاجوردی می درخشید. شنیدم که مرد مبارک روی از راه دور به نزد قزل ارسلان آمد. آن مرد مسافر انسانی حقیقت شناس، گرم و سردی زندگی را دیده، هنرمند، جهان گشته، پارسا و پرهیزگار، خوشبیان، کاردان و حکیم و سخنسنج و دانشور بود. قزل ارسلان بر آن مردی مسافر گفت: ای حکیم، تو که در کشورهای گوناگون دنیا زندگی به سر برده ای و جایهای زیادی را در سفرهای خود تماشا کرده ای، آیا مانند قلعه من جای چنین محکم و استوار را دیده ای؟ آن مرد تبسم کرد و گفت: آره، این قلعه تو زیبا و خرم است، اما گمان ندارم که محکم باشد. آیا پیش از تو شاهان و قدرتمندان دیگر صاحب این قلعه یا قلعه های مثل این نبودند که فرصت معینی صاحب قلعه را بودند، صاحب قلعه ها بودند، بعد بگذشتند و از جهان رفتند؟ آیا چنین نیست که بعدی تو شاهان دیگر این قلعه را صاحب می شوند و میوه های درخت آرزو و امیدی تو را آنها می خورند؟ دوران پادشاهی پدرت را به یاد آورده و از آن پند گیر و دلت را به اندیشه های فریبنده آزاد بکن. گردش روزگار پدرت را خوار و ناتوان گردانیده در کنج جایگیر ساخت و آن چنان بیچاره و مسکین شد که یک پول سیاهی در اختیار نداشت. در آن حالت که از همه چیز و از همه کس ناامید گردید، رو به فضل خدا آورد و تنها به لطف رحمت او امید داشت. این دنیا در نزد مردی عاقل و دانا مانند خست بیقدر است، چون که آن به کسی وفا نکرد و در اندک مدت جای کسانی دیگر خواهد شد. فایده: گردش روزگار چاره‌ساز کاری همه مردمان است و امکان ندارد که در بلندترین و مستحکمترین قلعه ها نیز از حکم آن در امان بمانی. بهتران است که برای خود قلعه از نیکو و پرهیزگاری و حکمت و معرفت بسازی.